برد کلانترین من در سال 2019 این به دانشگاه طبی داخل شدنم است و من میخواهم که در سال 2020 از امتحان ها با سر بلند گذرم. سال 2019 برای من بهترین سال بود و اولی درجه دانشگاه رو ختم کردم، صاحب دیپلم شدم و صاحب عائله شدم، صاحب فرزند شدم و بهترین سال برای من بود. از سال 2020 نقشه‌های زیادی داشتم. اولی نقشه من که با یگان جای کار خوب مقصد تامین شوم و برای دولت خود خدمت کنم. 2019 سالی بی‌قرار بود بنده سبب کسلی شدم و شدم. میخوام که در 2020 تن و جانم صحت باشد. سال 2019 سال باقرار بود، سال نغز بود. من در سال 2019 با استراحت در حجاب گرم رفتم، سلامتی خود را ناز حس کردم. ما با کارخانه خود برگشتم. در سال 2020 میخواهم که با استراحت کلان برگردم، با سلامتی خود را برقرار کنم. خوشبختانه چیزی که در سال 2019 روی داد این صاحب دوگانه شدنم. در 2020 میخوام صاحب خانه آباد شوم. سال 2019 فراموش نشونده است که یکمش فرزند کلانم یا بچه ده و ورزشکار در چمپیونات آسیا در مالزیا جای سوم اشغال کرد. دانشجوی دانشکده تربیت جسمانی شد. ابیرم ورزشکار چمپیون شدم. خودم شهر در کار میکنم. به یکم پرابلم میخوایم که 2020 هم همه خیلی شود تینج امانی سنگرانی همون تینج امانی ولی باشد دیگه همه چی میشود. سال 2019 یک سال خیلی خوش پرخاطره برای ما بود. ما از سال 2020 ما انتظار داریم که یک از این که سال خوبتر، خوشتر، بهتر برای ما باشه. ما که مهاجریم در تاجیکستان آمدیم، مردم بسیار مردم مهمان نواز، مردم خوب، مردم عالی بودن. ما همچنان انتظار دادیم که در سال 2020 همین مردم ما بتونن که ما خوش باشیم همینجا تا که هستیم. از انتظار خوبتر بهتر از مردم داریم. یعنی چی آرزو داره در سال 2020؟ آرزوی ما همی است که ما که هدفی که داریم از به اهداف خود برسیم و بس همی.